سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز جمعه 26 دکبر همراه شما. مفتشان دادستانی کل آذربایجان بعد از کافتوکاو دفتر رادیو آزادی در شهر باکو امر دادند که کار اداره قطع کرده شود. دستی کم 10 کارمند دادستانی همراه با ماموران مسلح پلیس روز 26 دکبر به اداره رادیو آزادی در باکو وارد شدند و گفتند که با امر دادگاه برای جستجوی این اداره آمدند. عین زمان با گفته دادستانی آذربایجان تفتیش فعالیت اداره رادیو آزادی در باکو که مؤسسه خارجی به حساب می رود ادامه دارد. مفتشان از مسئولان دفتر آزادی خواستند که سندهای کاری و ورقه‌های شخصی کارگران را به آنها بدهند و تهدید کردند تمام کامپیوترها را مصادره می کنند. فعالیت دفتر ما در باکو فلج شده است. در آذربایجان از دیرباز سرکوب مطبوعات و سازمان‌های غیر حکومتی ادامه دارد و از جمله خدیجه اسماعیل و میزبان برنامه ما و همکار ما را دستگیر کردند. ما این عملکرد را بخشی از معرکه بر ضد مطبوعات مستقل می‌شماریم که حالا جریان دارد. سه هفته پیش از این خدیجه اسماعیل و یک خبرنگار رادیو آزادی را نیز با اتهام تشویق همکاری سابقش به خودکشی برای 2 ماه دستگیر کردند. روز جمعه 26 دکبر بار اول در تاجیکستان عملیات نادری پیوندسازی جگر در کودک صورت گرفت. عملیات مشکل را طبیبان تاجیک همراه با 5 متخصص ایرانی در مرکز ملی پیوندسازی عضو و بافت‌های انسان در تاجیکستان انجام دادند. طبیبان برای نجات شرافت نعمت وی 3.5 ساله از ناحیه رودکی پاره از جگر مادرش تهمینه باقی و را به جگر او پیوند کردند. سید محمود اسماعیلوف رهبر مرکز ملی پیوندسازی عضو و بافت‌های انسان گفت که برای این جراحی $50,000 از حساب حکومت خرج شده است. مادر او که 35 ساله می باشد بر دختر 39 سالش امروز قسمت جگر خود را هدیه میکند که این به کودک عمری دوباره می باشد. ما هم از خداوند تمنا داریم که امروز جراحی ما خوب گذرد و به موفقیت جمهوری ما نائل گردد. فعلا شماره نیازمندان به جراحی پیوندسازی جگر در تاجیکستان دقیق نیست. سر از سال 2009 در تاجیکستان پیوندسازی و یا ترانسپلانتاسیون گرده را نیز به راه ماندند و تاکنون 116 عملیات جراحی آنها موفق بوده است. روز 26 دکبر در کمیته ملی المپیک تاجیکستان مراسم تقدیم جایزه ها به بهترین ورزشکاران تاجیک در سال 2014 برگزار شد. در این مراسم به دلشاد نظرف گرزاندازی شناخته و به آنهایی که به فهرست 10 ورزشکار بهترین سال 2014 شامل شدند جایزه و دیپلم های افتخاری سپردند. نمایندگان کمیته المپیک گفتند امیدوارند سال آینده ورزشکاران تاجیک به کامیابی های نو نائل می شوند. کمیته ملی المپیک چه شرایطی که دارد در این 1.5 سال ما برای شما صرف میکنیم، برای شما خدمت میکنیم، شرایط شما مهیا میکنیم تا اینکه شما توانید راه خط گیرید و در بازی المپیک برآمد کنید. اساسیاسیون ژورنالیستان ورزشی تاجیکستان دلشاد نظرف را بهترین ورزشکار سال 2014 اعلام کرده است. بر روی خط 10 ورزشکار بهترین سال همچنین کشتیگیر زلیم خان یوسوپوف، ماهرو حلیم و قهرمان مسابقات تایکوندو و هم کامران شای استاپریان کشتیگیر دیگری معروف تاجیکستان شامل شدند. از زمان ربوده شدن یک شهروندی تاجیکستان در یمن تقریباً 2 ماه گذشت. گلرخسار رافی و پرستار تاجیک را که در یک شفاخانه نظامی در شهر معریب یمن کار میکرد صبح 29 اکتبر در راه به جای کارش افراد ناشناس ربودند و سرنوشت او تا کنون نامعلوم است. اما حیدر ایوبوف نماینده شرکت روسی که گلرخسار را برای کار به یمن آورده است اظهار امیدواری کرد که پرستار تاجیک در نهایت صحت و سلامت به نزد خانواده‌اش برمیگردد. همکارانی بود در بیمارستانی که در ولایت معریب است و کارمندان ساحه تندرستی این ولایت، زنها و نهایتاً سران قبایلی که در این ولایت معریبی کشور یمن به سر میبرند با اعتراضها، نمایشها و طلبهای خود از راهبریت و از مقامات امنیتی کشورشان زودتر آزاد نمودن او را تقاضا کردند. همین هفته وزارت امور خارجه تاجیکستان از شهروندان کشور خواست بنابر ناامنی و افزایش آدمربایی در یمن
از سفر به این کشور عربی خودداری کنند. و اخبار و گزارش از این هم بیشتر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه مخصوص رادیو آزادی برای تلفن های همراه.